آیا زامبیایی توی فیلم ماینکرافت در واقع همون استیوایی هستن که مردن؟ همه این زامبیا شبیه همدیگه‌ان و به طرز عجیبی به استیو هم شباهت دارن. تیشرت یا پیراهن آبی فیروزه‌ای، شلوار جین آبی و حتی بعضی جاها مدل موهاشون هم شبیه همدیگه است. و از همه مهمتر زامبیا رو یه نگاه بندازید، توپل مپل هم مثل استیو. آخه چقدر احتمال داره که استیو این همه مدت رو توی دنیای اصلی گذرونده باشه و حتی یه بارم نمرده باشه؟ هر کسی که ماینکرافت بازی کرده باشه میدونه که این قضیه غیر ممکنه. توی ماینکرافت وقتی بازیکن میمیره دوباره زنده میشه و زامبی‌ها معمولا در مناطقی پیدا میشن که استیو زیاد به اونجا سر میزنه که این تئوری تازگی سر زبون طرفدارا افتاده که این زامبی‌ها احتمالاً هر بار که استیو توی اون منطقه میمیره ظاهر میشن و بعد از اینکه استیو دوباره زنده میشه انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. چون منم با بررسی این موارد خیلی بعید میدونم که این زامبیا قبل از اینکه استیو وارد دنیای اصلی بشه شبیه استیو بوده باشن. خب نظر شما راجع به این تئوری چیه؟